بیش از 140,000 لاله رنگارنگ پارک استقلال شهر مارج لب کوه ژنو را به یک لاله‌زار عظیم تبدیل دادند. آخر ماه مارت در این گوشه شویتساریا جشنواره لاله و یا تولپن افتتاح یافت که تا میانه‌های ماه می ادامه می‌کند. مهمانان چاره‌بینی امکان دارند که در 350 باغ و گلزار گرد و اطراف انواع مختلفی لاله را تماشا نموده با غذای محلی و تاریخ گل لاله آشنا شوند. رئیس این جشنواره ورونیکا هرمنجت میگوید بار اول این فستیوال در سال 1971 برپا شده، همانجا گل لاله همچون شهادت فرارسی فصل بهار اعتراف شده بود. ما با چند چالش روبرو هستیم. اولا هوا یعنی حرارت و تغییر اقلیم. اکنون گلها بروقتر می شکوفند. ببینید که گلها در آخر ماه مارت شکفتند. کمی رنگشان هم دیگر شده است. شاید در آینده ما جشنواره را یک هفته پیشتر دایر کنیم. رئیس جمعیت جهانی گل لاله ایبا گولسن بر این نظر است که تاب‌آوری فوق‌العاده گل لاله سبب شده است که این جشنواره با موفقیت ادامه دارد. در این روزها مقدار بزرگ گل لاله در هلند پرورش و در سراسر عالم پهن می شود. ولی وطن این گل آسیای مرکزی و کوههای میان چین و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان است. در آنجا اولین گل لاله میلیون ها سال پیش وجود داشته است. واقعاً پرورش خانگی گل لاله در آسیا در عصرهای میانه راه اندازی شده. در عصر 15 میلادی لاله گل اساسی آرایش کوچک و قصرهای خلافت عثمانی بوده است. در همین دوره گل لاله توسط ترکیه به اروپا صادر شده. سر از عصر 17 تا امروز هلند مرکز جهانی پرورش و پیوند گل لاله به شمار می رود. در خزینه جهانی پرورش گل لاله در سالهای 2013-2014 تقریباً 1800 نوع این گل ثبت شده بود. لاله گلی تاب‌آور است. آن به سرمای زمستان و هوایی نسبتاً معتدل بهار مطابق شده است. در دوره حاضره از حساب پیوند، لاله مطابق به هر گونه بیماری، تغییر اقلیم و عامل‌های دیگر تولید و پرورش می شود. ولی برای حاصل شدن پیوند نوعی جدید لاله از 10 تا 20 سال لازم است. دوره شکفتن لاله از 1 تا 2 هفته را در بر می گیرد. به شرافت پیوند انواع مختلف، گلپروران شهر مارج دوره شکفتن لاله را تا 6 هفته طول دادند.